یکی از اشتباه رایجی که خیاطای عزیز موقع برش آستین کیمونو انجام میدن اینه که تو این قسمت درز زیر دست جادوخ اضافه میذارن. جادوخ برای این قسمت زیر دست حتما باید یکسان باشه، بیشتر از یکسان اصلا نباید باشه. قسمت من اضافه جادوخ رو برش میذارم، جدا میکنم، فقط یکسان جا میذارم. نکته بعدی که توی آستین کیمونو باید رعایت کنید اتو کشی زیر دست، یعنی این قسمت باید کشکاری بشه که بریم با اتو بهتون یاد. و حالا تو این قسمت اتو را میذارم. ببینید تو این قسمت هلال این شکلی میکشمش، قشنگ در حالی که صاف باشه همین شکل میکشم و اتو میذارم. اینجوری قسمت زیر دست را کشکاری بکنید. به این حالت ببینید علاوه بر اینکه کشیدگی نداره یکم اضافه هم میاد. قسمت روی کار رو میبینید هیچ کشیدگی نداره. با این حال اگر خواستید اتو بزنید همینجا ببینید این قسمت رو از رو هم یک کشکاری میکنید و اتو میزنید. به همون روشی که قسمت پشت کار انجام دادیم همینجور یه اتو میزنیم که کامل اینجا دیگه آزادی را داره و دیگه تو دست راحته، اگه هیچ کشیدگی زیر دستتون. و اینجوری دیدید که بدون اینکه حتی یه دونه چرت بزنیم تونستیم کشیدگی زیر دست را برداریم.